سلام به یک گیم پلی کوتاه دیگه خوش اومد. آقا اینجا من داشتم لوت میکردم، نامرد میخواست از بک بزنی که نتونست. اینجا از بک رفتم بزنم 3 نفر که 2 نفرشون انداختن، نفر سوم حالی شد زد منو جیر داد. بعدی اومده بود جلوم داشت گان درخواست میداد. اینجا یارمو کاور کردم، طرفو با ایکی زدم چون شاتگانی نداشتم، با شاتگان پلی. این هم که معلوم نیست حواسش کجاست. خود SMG یه چیز دیگه است. ببین ناموسن تیرا از روش یه ذره اختلاف نداره. میام اینجا چیز دراپو برمیدارم، با چیز دراپ یه شات بیاف بابا سرمون در. اینجا هم که داشتم میرفتم گان پیدا کنم بیام بزنمشون، دیدم مارکسمن گان جلو، رفتم گفتم نایفشون کنم. اوله رو که نایف کردم، دومی دیدم نامرد داره میزنه با مارکسمن، اونم زدمش. اینجا دیدم یه چراغ از جوی اون بورس داره نشون داده میشه. اسنایپر برداشتم هدشو زدم. بعد این پشت سرم انگار اینجا طرف داشت بادکشی میکرد، هدش زدم. این اسپکتر دست پیش منو زدن داخل. اینجا اومدم یارم رو کاور دادم، دیدم به به چه خبره، 3 نفر. اینجا 2 نفری ریختن روم که یکیشون ما انداختم، یکیشون فرار کرد. این یه دست دیگه است که اومدم اینجا با M4 برداشتم، یه نگاه یه اسلاید و طرف انداختم. نمیدونم چطوری با وقتی که کلاس رو زدم نمیدونم چطوری دشمن رو زدم، ولی دمش کم بازیکن خیلی قوی بود. اینجا طرف رو با اون زدم. اینجا رو ببین ناموسا جنگ جهانی دوم بود. اومدم یکیشونو بندازن، دیدم یکی دیگه داره از بک میزنه، خدا رو شکر یکی بغلم بات بود. اومدم خشابم عوض کردم، آرمور رو زدم، طرف انداختم. اینجا چه دراپ کشیدم، باز دوباره یه شات با یه شات وان شات. اینجا طرف تمپلار داشت با شات کن، بازم این بازیکن خوب تمامش کنم. تیرای من رجستر نمیشه بگنه با دوتا شات اولم کاست بود. طرف یارم انداخته بود، اومدم کریوای بدم، دیدم طرف اینجا زدم. اینجا دیدم شلوغ، واقعا شلوغ بود. یه نید اینجا، یه نیدم پایین انداختم که کسی در نره. بعد رفتم بوسه راش. وقتی رفتم راش دیدم یکی که با نیدم مرد، یکی دیگه هم که اینجا بود داشت شاتگان پلیری میکرد، میخواستم بزنه که گفتم بیا پایین سرمون درد گرفت بابا. یارشم الان میاد، یارشونم الان میاد. از اینجا اومد یارش، یه دفعه اومد جلوی صورتم بخواب کنیم بابا، اینم انداختیم. اینجا من خط بالا رو گرفته بودم از پله ها. اینجا یکی دیگر رو انداختم بعد از اینکه زدم. دمتون گرم عزیزان، چنل رو سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره. خداحافظ.